یه ایمیل ساده باید فقط جواب میدادم. نشستم پشت کامپیوتر، شروع کردم به نوشتن. پاکش کردم، دوباره نوشتم. فکر کردم شاید اینطوری بد برداشت بشه. دوباره پاکش کردم. 40 دقیقه گذشت، هنوز ایمیلی نفرستاده بودم. این فقط یه ایمیل نبود. این الگوی همیشگی زندگیم بود. یه تصمیم ساده که توی ذهنم به یه چرخه بیپایان تبدیل میشد. قبل از هر چیزی چند تا فکت از افراد معروف. پیشفکر چیه واقعا؟ فکر کردیم پیشفکری یعنی دقت بیشتر. اشتباه میکردیم. دیوید کارناول در دوری تریک میگه نگرانی یه ترفنده. مغز ما رو فریب میده که فکر کنیم اگه به مسئله بیشتر فکر کنیم کنترل بیشتری روش داریم، ولی این فقط یه احساس کنترل، نه کنترل واقعی. رابرت لیهی در درمان نگرانی ها یه تفکیک مهم داره. نگرانی مفیده، یعنی فکر کردنی که به یه اقدام مشخص ختم میشه. نگرانی غیر مفید یعنی فکر کردنی که فقط دور خودش میچرخه بدون هیچ نتیجه‌ای. بیشتر پیشفکری های من از نوع دوم بود. چطوری پیشفکری زندگیم رو خراب میکرد؟ عقب انداختن کارا. هر کار یا تصمیم کوچیکی تبدیل میشد به یه تحلیل بی‌پایان. میخواستم یه ایمیل بفرستم، یه پیام بعد میشد توی ذهنم باید دوباره و دوباره می نوشتمش. یه خرید انجام بدم یا هر چیز دیگه، همش به تعویق می افتاد چون هنوز کامل مطمئن نبودم. استرس مزمن. ذهنم هیچ وقت خاموش نمیشد. حتی شبها وقتی باید استراحت می کردم یه گفتگوی قدیمی رو بار صدم بازپخش می کردم. از دست دادن فرصت ها. وقتی همه انرژیم صرف فکر کردن درباره یه فرصت می شد، فرصت از دست رفتم هیچ وقت دوباره پیدا نمیشد، چون کسی دیگه ای با کمتر فکر کردن عمل کرده بود. کاری که کردم کمتر درگیر بشم. اول عمل کوچیک، نه تحلیل کامل. جیمز کلیر در دی اتمیک هابیت یه چیزی میگه که زندگیم رو عوض کرد. تصمیم گرفتن از طریق فکر کردن اتفاق نمیفته، از طریق عمل کردن اتفاق میفته. یاد گرفتم به جای تحلیل کامل یه موضوع یه قدم کوچیک بردارم. اون ایمیل به جای نوشتن نسخه کامل فقط یه جمله ساده فرستادم. بعدش فهمیدم هیچ فاجعه‌ای رخ نداد. دوم، نامگذاری نگرانی، نقد شدن توش. جودسون برو در Unwinding Anxiety یه تکنیک ساده پیشنهاد میده. وقتی یه فکر نگران کننده میاد، به جای دنبال کردنش فقط به نامش بگو این نگرانی، نه این یه حقیقته که باید حلش کن. این کار کوچیک یه فاصله بین من و فکرم ایجاد کرد. فکر دیگه من نبودم، یه چیزی بود که داشتم مشاهده میکردم. سوم، محدود کردن زمان نگرانی. از کتاب درمان نگرانی ها یاد گرفتم که میشه یه زمان نگرانی مشخص تعیین کرد، مثلا 15 دقیقه در روز. هر فکر نگران کننده ای که میاد مینویسمش برای اون زمان مشخص، نه الان. عجیب بود، ولی وقتی به ذهنم گفتم الان نه بعدن، خیلی از نگرانی ها تا اون موقع خودشونو کمرنگ نشون میدادن. چهارم، بیشتر به الان. اکارت توله در The Power of Now یه نکته ساده داره. پیش فکری همیشه یا درباره گذشته است یا درباره آینده، هیچ وقت درباره همین لحظه نیست. وقتی حس میکنم ذهنم شروع به چرخیدن کرده، میپرسم همین الان چی واقعا دارم تجربه میکنم؟ نفسم، صدای اطرافم، حس بدنم روی صندلی. این سوال ساده فوری من از چرخه بیرون میکشه. پنجم، پرسیدن سوال درست. به جای اگه اشتباه کنم چی، یاد گرفتم بپرسم بدترین حالت چی و آیا قابل تحمل یا غیر قابل تحمل. اکثر اوقات جواب نه بود. ذهنم همیشه فاجعه رو بزرگتر از واقعیت نشون میداد. نتیجه، اون ایمیل ساده که 40 دقیقه طول کشید، حالا توی 2 دقیقه میفرستمش و دیگه حواس پرتی نیست. نه چون دیگه فکر نمی کنم، چون فهمیدم فکر کردن بیشتر همیشه به معنای تصمیم بهتر نیست. گاهی فقط یه استرس ساده، نه بیشتر و نه کمتر، فرصت ها رو از ما میگیره. این ویدیو برای چه افرادی مناسب بود؟ اگه یه پیام ساده رو 5 بار مینویسی و پاک میکنی، این ویدیو برای توه. اگه شبها همون مکالمه رو بار صدام توی ذهنت تکرار میکنی، این ویدیو بازم برای توه. اگه به خاطر فکر کردن زیاد فرصت ها رو از دست دادی، این ویدیو بازم برای توه. امیدوارم این ویدیو کمکی برای افرادی باشه که بیش از حد فکر میکنن و از حال فراری و در گذشته و آینده زندگی میکنن. تا ویدیو دیگر، بدرود.